هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ منصور رحمه الله خلیفه مسلمانان شد. مقاتل ابن سلیمان رحمه الله نزدش در آمد. پس منصور به مقاتل گفت من را نصیحت کن. مقاتل گفت نصیحتت کنم به چیزی که دیدم یا شنیدم؟ منصور گفت چیزی را دیدی؟ مقاتل گفت ای امیر المؤمنین، وقتی عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خلیفه مسلمانان شده بود و صاحب 11 فرزند بود، وقتی مرگش نزدیک شد 18 دینار داشت و 5 دینارش کفنش کردند. برای کسانی که قبرش کردند 4 دینار دادند و باقی 9 دینارش را به فرزندانش تقسیم کردند. و همچنان دیدم که هشام ابن عبدالملک، یعنی پسر عمک عمر ابن عبدالعزیز را که 11 فرزند داشت و پیش از وفاتش نصیب هر فرزندش 1000 دینار بود، یعنی تقریبا 1 میلیون می شود. به الله سوگند ای امیر المؤمنین، در یک روز دیدم یک فرزند عمر ابن عبدالعزیز را که 100 تا اسب را صدقه میکرد در راه الله، و همچنان یک فرزند هشام ابن عبدالملک را دیدم که در بازارها از مردم میطلبید. عمر ابن عبدالعزیز را پیش از مرگش پرسیدند برای فرزندانت چی میگذاری؟ عمر ابن عبدالعزیز گفت برایشان ترس الله را گذاشتم. اگر انسان صالح باشند الله یار و مددگارشان است، و اگر غیر از آن باشند من برایشان چیزی را نمیگذارم که آنها را در عصیان الله یاری کرده باشم. بسیاری از ما شب و روز عذاب میکشیم، کار میکنیم تا که آینده فرزندان خود را تأمین کنیم. فکر میکنیم بودن پول و مال در دست آنها خوشبختی و امان است برایشان، و از همه بزرگترین را فراموش کرده ایم، یاد الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. و کسانی که از فرزندان ناتوانی پس از خود بر جای بگذارند بر آینده آنان می ترسند. باید از ستم درباره یتیمان مردم نیز بترسند. پس باید که از خدا بترسند و سخنی سنجیده و درست بگویند. نقل شده است روز عید به نزد عمر بن عبدالعزیز رحمه الله دخترش گریان در آمد. آن روز دخترش خرد بود. عمر پرسید چرا گریه میکنی؟ دخترش گفت همه کودکان لباس نو پوشیدند، من دختری امیر المؤمنین لباس کهنه بر تن دارم. عمر از سخنهای دخترش بسیار تأثر کرد و به نزد خزینه دار مال مسلمانان رفت و گفت آیا اجازت هست معاش ماه آینده ام را صرف کنم؟ خزینه دار گفت برای چی ای امیر المؤمنین؟ پس عمر رحمه الله سبب را نقل کرد. خزینه دار گفت مانع نیست، ولی به شرطه. عمر رحمه الله گفت چی شرط است؟ خزینه دار گفت برایم ضمانت میدی که تا ماه آینده زنده میمانی و معاش ماه آینده را میخواهی صرف بکنی؟ پس عمر رحمه الله معاش را نگرفته برگشت.
فرزندانش پرسیدند چی شد ای پدر؟ عمر گفت آیا صبر میکنید و همه ما جنت می‌دراییم، یا صبر نمیکنید و پدرتان دوزخ درآید؟ گفتند صبر میکنیم. ای کاش این سه را می داشتیم: خزیندار و عمر و فرزندانش. 4 وعده است در مقابل 4 کار. 1. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر گزاری کنید یقینا نعمت خود را به شما افزون می دهم. 2. ذکر. فاذکرونی اذکرکم. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم. 3. دعا. ادعونی استجب لکم. مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم. 4. استغفار. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تا زمانی که طلب استغفار میکنند خداوند عذابشان نمی کند.